با درود خدمت دوستان و همراهان گرامی ناگفته‌های تاریخ. در خدمت شما هستم با بررسی متن تفاهمنامه اسلام آباد بین ایران و آمریکا که به تازگی به امضای دو طرف رسیده و خیلی حالا بحث و حدیث در موردش زیاد هست. خیلی ها در چه اینستاگرام و ناگفته‌های تاریخ چه توی تلگرام از من خواسته بودن که در موردش توضیح بدم. توضیحات کوتاهی اونجا دادم، ولی گفتم شاید بد نباشه بیام در یوتیوب هم روی خود متن اصلی نکات اصلی و مهم رو بهتون بگم. و باید بگم که این متن یک شاهکار دیپلماسیه. یعنی من تاریخ آمریکا رو نخوندم، نمیدونم، ولی تاریخ معاصر ایران رو خوندم. من تفاهمنامه یا قراردادی چیزی نمیشناسم در تاریخ معاصر ایران که در این حد به نفع خودی طرف داخلی در واقع نوشته شده باشه و اینقدر یک طرف به نفع در واقع به سود تهران نوشته شده که آدم واقعا شک میکنه، نمیدونه باید به نبوغ تیم آقای عراقچی تبریک بگیم یا به خریت این تیم مذاکره کننده آمریکایی جی دی ونس اینا بخندیم. مثلا چیز خیلی عجیب غریبیه. حالا بهتون نکاتش رو میگم، حتما ببینین تا آخر و نظرتون رو هم بگین در آخر. لایک و کامنت هم فراموش نشه. ببینید، اول از همه این یک تفاهم نامه هست. من نکات مهم رو براتون هایلایت کردم. این یک تفاهم نامه هست. Memorandum of Understanding. تفاهم نامه تفاوت خیلی اساسی با در واقع قرارداد یا تریتی داره در انگلیسی به اصطلاح و یه چیز بیانیه سیاسی در واقع خیلی محکمی نیست. تفاهم نامه از نظر انجام دادن اون تعهداتی که درش داده میشه در واقع خیلی الزام آور نیست. پس در کل این تفاهم نامه نه یک توافق جامع هست و نه یک قرارداد تریتی، ولی خب در نوع خودش میگم واقعا چیز عجیب غریبیه، از بس که یک طرفه به سود تهران نوشته شده. حالا میریم سراغ نکات اصلیش. ببینید، من به 3 رنگ مختلف اون نکات این قرارداد رو برای شما هایلایت کردم. بعضی از تعهدات این تفاهم نامه در واقع بلافاصله بعد از امضای تفاهم باید انجام بشه، بعضیاشون موکول شده به توافق نهایی. اونایی که باید بلافاصله بعد از امضای این تفاهم نامه در واقع انجام بشه من به رنگ سبز هایلایت کردم و اونایی که باید موکول شده به توافق نهایی به رنگ زرد برای شما هایلایت کردم و اون رنگ آبی هم یه سری نکات خاص هست براتون هایلایت کردم، حالا توضیح میدم. بنابراین این هایلایت هایی که میبینید با رنگ های مختلف مال اینه. از بند اول شروع میکنید. بند اول چیزی که به طور کلی میگه پایان جنگ هست در تمامی جبهه ها. میگه The Islamic Republic of Iran and the United States of America and their allies in the current war by signing this MOU که منظورش همون تفاهم نامه هست. میگه که توافق میکنن جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدینشون، یعنی فقط بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نیست، متحدینشون هم هست که به جنگ توی تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان که اینجا اشاره شده پایان بدن و باید تمامیت ارضی لبنان در واقع به رسمیت شناخته بشه و این توی اون معامله یا قرارداد نهایی هم باید گنجونده بشه. بنابراین این یک اصل اول، یک اصلی که بلافاصله بعد از این تفاهم نامه باید انجام بشه و اونم این هستش که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و متحدینشون باید به جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان پایان بدن. حالا نکتهش اینجاست که
این متحدین ذکر نشدن. یعنی در متن نیومده نام ببره بگی که آقا مثلا جمهوری اسلامی ایران و حزب الله و آمریکا و اسرائیل از اون طرف، گفته متحدین آنها. و این عدم اشاره در واقع مستقیم به اسرائیل در این متن میتونه یک در واقع نقطه ضعف باشه برای طرف ایرانی. اگر یعنی میتونستن اسم اسرائیل رو هم توی این توافقنامه بگنجونن، بگن آقا اسرائیل، به صراحت بگن که اسرائیل نباید در لبنان به جنگ ادامه بده، بهتر می بود. ولی خب فحوا اون چیزی که از این متن بلافاصله درک میشه همون اسرائیله، ولی خب اشاره نشده مستقیم بهش. این نکته مهمیه. بند دوم تفاهمنامه در واقع میگه که دو طرف باید تمامیت ارضی همدیگه رو به رسمیت میشناسن و در امور داخلی همدیگه دخالت نکنن. اهمیتش مال چی هست دوستان؟ این خیلی بند مهمیه. البته نه اینکه ایران بخواد خیلی تو امور آمریکا دخالت کنه، اما از حیث این هست، در واقع از این حیث این بند گنجونده شده که مثلا دوباره اون ماجراهایی که در دی ماه 1404 پیش آمد، مثلا فرض کن اگر در ایران اعتراضاتی رخ داد، تظاهراتی رخ داد، دوباره ترامپ نیاد بگه که آقا شما حق نداری فلان کارو بکنه اون کارو بکنیم. نباید، نه آمریکا باید در امور ایران دخالت کنه، نه ایران در امور آمریکا. این بند دوم بیشتر به نفع تهران هست تا واشنگتن. بند سومش موکول میکنه به قرارداد نهایی. میگه که تا 60 روز دو طرف در واقع متحد هستند که مذاکراتشون ادامه بدن تا به یک معامله نهایی برسند. اصل کار اون معامله نهایی دوستان. و البته گفته این 60 روز قابل تمدید هست، ممکنه بیشتر بشه اگر دو طرف رضایت بدن، که احتمال زیاده این اتفاق بیفته. میریم سراغ بند چهارم تفاهمنامه که میگه که بلافاصله بعد از امضای این تفاهمنامه آمریکا در واقع محاصره دریایی علیه ایران رو برمی‌داره، شروع میکنه به برداشتن محاصره دریایی و تا 30 روز، بعد از 30 روز دیگه کامل برمی‌داره. این هم نکته جالبیه. و در ادامه این گفته شده که اگر توافق نهایی حاصل بشه، این خیلی مهمه، اگر توافق نهایی حاصل بشه، نه این تفاهمنامه نه، توافق نهایی حاصل بشه، در واقع آمریکا متحد میشه که نیروهاش رو از نزدیکی جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز خارج کنه. حالا منظورش کدوم نیروهاست؟ اینو هم نگفتن. آقا آیا منظورتون اون ناوها و ناوچه‌هایی که برای جنگ آوردین، یا نه پایگاه‌هایی که در کشورهای اطراف هست هم شامل میشه؟ این رو هم نگفتن. این هم جالبه. و احتمالاً قطعاً از نظر طرف آمریکایی اون ناوها و ناوچه هاست، نه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مثلا عربی جنوب خلیج فارس. این هم نگفتن، مستقیم اشاره نشده. و به خصوص هم یعنی آمریکایی‌ها این رو احتمالاً مقاومت کردن نگن تا بعداً بتونن یه دبه‌ای توش در بیارن، بگن که آقا ما منظورمون فقط ناوها و ناوچه هاست. چون رسانه‌های داخل ایران خیلی گفتن که آمریکا نباید تمامی پایگاه‌هاش رو در منطقه ترک کنه. نه، چنین چیزی در این تفاهمنامه نیست. اما بند پنجم میگه که بلافاصله بعد از امضای این تفاهمنامه جمهوری اسلامی ایران در واقع شروع میکنه به فراهم کردن شرایط عادی برای اون عبور و مرور از تنگه هرمز. اینجاش خیلی جالبه دوستان. میگه که هیچ تعرفی، هیچ پولی نباید از کشتی‌ها بگیره، فقط به مدت 60 روز. یعنی من نمیدونم آمریکایی‌ها ابله احمق چی بگم من راجع به این تیم ونس، اینا چی با خودشون فکر کردن که یه همچین چیزی گفتن. آقا فقط به مدت 60 روز فعلا ما در واقع هیچ پولی نمیگیریم.
از این کشتی هایی که رد میشه. یعنی این پول نگرفتن no charge برای همیشه هم نیست. زده for 60 days only. اینجا رو نگاه، for 60 days only، فقط برای 60 روز، بعدش ممکنه اتفاقات دیگه ای بیفته. حالا اینجا اینا گفته شده که ظرف 30 روز ایران باید اون مینهای دریاییش رو برداره، اما چیز خاصی نیست. آخرش هم گفته که جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان وارد گفتگو میشه در مورد سازوکار مربوط به تنگی هرمز، حالا مطابق بر قوانین بین الملل. حالا نکته جالبش اینجاست که طبق قوانین بین الملل شما نمیتونی از تنگه در واقع عوارض بگیرید. طبق قوانین بین الملل شما میتونی از کانال عوارض بگیری، مثلا کانال سوئز، چون کانال سوئز بشر ایجادش کرده. ولی از تنگه که یک طبیعی در واقع پدیده طبیعی هست، طبق قوانین بین الملل شما نمیتونی عوارض بگیری. بنابراین این بند 5 جوری نوشته شده، یک ابهاماتی توش هست که در واقع از یک طرف میاد میگه که آقا فقط به مدت 60 روز شما نمیتونی عوارض بگیری، پول بگیری. آهای ایران تو فقط به مدت 60 روز نمیتونی، بعدش میتونی صحبت کنی که پول بگیری. ولی از طرفی هم رسما اومده گفته اگه میخوای با سلطنت عمان مذاکره کنی در مورد اون چارچوب مربوط به تنگی هرمز، باید مطابق با قوانین بین الملل باشه که طبق قوانین بین الملل هیچ کشوری نمیتونه، حق نداره از تنگه ها عوارض بگیره. این رو البته چند وقت پیش خود آقای عراقچی هم گفت، اومد رسما اعلامش کرد. اصلا چیز عجیب غریبیه. میریم سراغ بند 6. بند 6 یه چیز مهمی رو موکول میکنه به در واقع اون قرارداد نهایی بعد از 60 روز، و اون هم این هستش که خیلی این بند مهمیه. میگه که آمریکا با شرکای منطقیش که منظورش کشورهای عربی هست یه در واقع برنامه میریزن برای سرمایه گذاری به مبلغ 300 میلیارد دلار آمریکا برای بازسازی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. نه الان ها، اینا همش بخشی از اون قرارداد و توافق نهایی. الان هیچی نیست. ولی اگر توافق نهایی بخواد در واقع صورت پذیره، این باید توش باشه. بند 7 هم خیلی مهمه. میگه که آمریکا متحد میشه به عنوان دوباره، اینم موکول شده به توافق نهایی که تمامی تحریم ها رو هم برداره. بنابراین این تحریم ها در واقع در این مرحله برداشته نمیشه. در این تفاهم اگر توافق نهایی حاصل شد برداشته میشه. فعلا تحریمی قرار نیست برداشته بشه. اما بند 8 میگه که در واقع جمهوری اسلامی متحد میشه که با آمریکا در زمینه هسته‌ای همکاری بکنه، و اینجاش خیلی جالبه. میگه که حد اقل کاری که جمهوری اسلامی ایران متحد میشه انجام بده این هستش که در واقع در داخل ایران رقیق سازی کنن اون اورانیوم های غنی شده. این حد اقلش هست ها، حد اقل کاری که ایران متحد میشه انجام بده به عنوان بخشی از توافق نهایی. الان نه، اگه توافق نهایی حاصل شد. اینم خیلی جالبه. میگه که آقا حد اقل کاری که متحد، ممکنه بیشتر بشه ها، ممکنه همین امشب که الان من دارم یک ساعت 2 ساعت قبل جیدی ونس گفت آقا ایران متحد شده که کلن اورانیوم های غنی سازیش، اورانیوماشو نابود کنه. اینجا این همچین چیزی گفته نشده ها، ولی اینجا آمده گفته که حد اقل نه حد اکثر. اینو من ندیدم کسی به این نکته توجه کنه. بذاریم من اصلا اینو قرمز هایلایتش کنم. گفته حد اقل کاری که جمهوری اسلامی ایران متحد میشه انجامش بده این هستش که داخل ایران اون
بند نهم، میریم سراغ بند نهم. بند نهم میگه که آقا تا زمانی که در واقع اون توافق نهایی حاصل میشه، حالا بعد از 60 روز یا بیشتر، دو طرف وضعیت موجود رو حفظ میکنن. یعنی جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ایش رو گسترش نمیده، آمریکا هم نیروی بیشتری به خاورمیانه نمیاره که این بندم از خریت‌های محض آمریکایی هست. حالا چرا خریت محض آمریکایی هست؟ چون خب نیروگاه‌های هسته‌ای ایران تا حد زیادی نابود شده توی جنگ، بمبارون شده. توی 60 روز مگه ایران چقدر میتونه برنامه هسته‌ای خودش رو گسترش بده؟ ولی خود توی 60 روز آمریکا کلی نیرو میتونه بیاره به منطقه خاورمیانه. ولی این بند میگه که آقا نه ایران باید برنامه هسته‌ایش رو گسترش بده، نه آمریکا باید نیروی بیشتری بیاره به خاورمیانه. چقدر احمق بودن این تیم ونس، جی دی ونس معاون ترامپ که یه همچین زیر بار یک همچین بندی رفتن، و چقدر هوشمند بودن تیم عراقچی اینا که یک همچین چیزی رو اومدن گفتن آقا باشه ما برنامه هسته‌ای رو گسترش نمیدیم. خب مگه نیروگاه داری؟ مگه تو 60 روز چقدر میشه برنامه هسته‌ای رو گسترش داد؟ شما هم نیرو نیارید. تو 60 روز آمریکا چقدر میتونه نیرو بیاره تو منطقه؟ خیلی. به هر حال میگم تفاهم‌نامه خیلی عجیبیه، خیلی یک جانبه به نفع تهران نوشته شده، منظورم همینه. اما بند دهمش میگه که بلافاصله بعد از امضای این تفاهم‌نامه آمریکا میاد اون تحریم‌های مربوط به محدودیت‌های مربوط به فروش نفت ایران رو، سوخت و نفت ایران رو برمی‌داره. خب این البته طبیعیه. اصلا آمریکا هدفش اینه که قیمت نفت رو بیاره پایین، بازارهای از التهاب در بیان. این کارو میکنه تا نفت ایران وارد بازار بشه، قیمت‌ها بیان پایین. این چیز عجیبی نیست. بند 11 میگه که بلافاصله بعد از امضای این تفاهم نامه در واقع آمریکا میاد پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد میکنه. ولی و این ولی خیلی مهمه، در مورد چگونگی در واقع و فرایند آزادسازی این پولهای بلوکه شده باید مذاکره بشه در طول فرایند مدتی که مذاکره میکنن. این هم بیشتر به نفع تهران ها، ولی خیلی عملی نیست. یعنی بلافاصله قابل اجرا شدن و عملی شدن نیست. توش هم تاکید شده که بانک مرکزی ایران، جمهوری اسلامی ایران، میتونه هر جایی و هر طوری دلش بخواد این پول رو خرج کنه. بند 12 میگه که ایران و آمریکا هر دو متحد میشن که تا رسیدن به توافق نهایی سازوکاری برای بررسی این تفاهم‌نامه در واقع ایجاد کنن. چیز خاصی نیست. بند 13 خیلی جالبه. بند 13 میگه که بعد از امضای این تفاهم نامه تا موقعی که بندهای اول، چهارم، پنجم، دهم و 11 این تفاهم نامه به طور جدی عملی نشدن، گام‌های بعدی این تفاهم نامه پیش نمیره. و حالا بندهای اول و چهارم و پنجم و دهم و 11 چیه؟ همشون به نفع ایرانه، فقط در یک نکته به ضرر ایران، اونم این که ایران باید تنگه هرمز رو باز کنه. بند اولش که این بود جنگ تو همه جبهه‌ها پایان بیابه، هیچی. بند چهارمش این بود که آمریکا محاصره دریایی رو برداره. بند پنجمش آزادسازی تنگه هرمز بود. بند دهم و 11 هم مربوط میشد به برداشتن محدودیت‌های فروش نفت ایران و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران. این بند هم کاملا به نفع، یعنی اینجا این واقعا به نظر من هوشمندی تیم عراقچی اینا رو میرسونه. اومدن این بند رو گذاشتن، گفتن آقا صرفاً امضای این تفاهم نامه به معنای این نیست ما باید تمامی تعهداتمون رو انجام بدیم. تا اون بندهای پاراگراف 1، 4، 5، 10 و 11 انجام نشه که کاملا در مجموع به سود تهرانه، این تفاهم نامه ما قرار نیست در واقع انجامش بدیم. بند 14 هم میگه که آقا اون توافق نهایی باید تو سازمان ملل تصویب بشه که در واقع الزام آور باشه برای هر دو طرف.
این بود از اون نکات مربوط به این تفاهم‌نامه که همونطور که بهتون توضیح دادم، یعنی متنش رو هم آوردم جلوتون، چون من مطمئنم اگر تصویر نبود، فایل صوتی من این رو میگفتم، خیلی ها باورشون نمیشد که بابا مگه میشه، چی شده آمریکایی‌ها حاضر شدن این همه امتیاز بدن. اصلا این چیز عجیبیه، ولی اکثر این امتیازاتی هم که ذکر شده، حالا باید قبول کنیم، موکول شده به اون توافق نهایی. تو این تفاهم اولیه به نظر من مهمترین چیزی که به دست میاد برای جمهوری اسلامی ایران این هستش که محدودیت‌های فروش در واقع محاصره دریاییش برداشته میشه و جنگ هم در تمامی جبهه‌ها پایان می‌یابه. این دوتا مهمتریناش هست. بقیه دیگه تقریبا در واقع برمیگردن به اون آیا توافق نهایی حاصل بشه یا نه. ولی اگر این تفاهم‌نامه به یک به توافق نهایی به همین شکل بچه‌ها دوستان برسه، اصلا یک شکست افتضاح و وحشتناک و حیثیتی برای آمریکا هست. همین الان هم خیلی ها تو آمریکا بهش اعتراض کردن ها. معلوم نیست آیا به اون توافق نهایی برسه یا نه، ولی فعلا متن تفاهم‌نامه اینه. اگر پیشنهاد یا انتقادی داشتین حتما کامنت بذارین، لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.